سلام به روی ماهتون، فاطیما هستم و بریم که با همدیگه یه پف پفی یلدایی خوشگل و خوشمزه و آسون و اقتصادی درست کنیم. پس همین الان لایکش کن و سیوش کن چون مطمئنم شب یلدا درستش میکنیم. اول از همه 2 بسته ژله قرمز رو که من از ژله انار استفاده کردم با 2/3 پیمانه آب سرد حل میکنیم. برای اینکه همه دونه های ژله کاملا حل بشه و شفاف بشه اون رو روی بخار غیر مستقیم کتری یا چای ساز میذاریم و حدوداً به 10 دقیقه زمان احتیاج داره تا تمام دونه هاش حل بشه. حالا 2 قاشق غذاخوری سرخالی گلوکوز رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم تا حل بشه. گلوکوز رو هم میتونید از فروشگاه لوازم قندی تهیه بکنید. حالا ظرف رو از روی حرارت برمی‌داریم و با دور تند همزن بین 5 تا 7 دقیقه می‌ذاریم تا بافت فومی شکل پیدا کنه. اگه یه مقدار میزان آبی که اضافه کردین کم و زیاد بشه یا با توجه به اینکه دور همزنتون کند یا تند باشه، این بازه زمانی برای تبدیل شدن به بافت فومی شکل یه مقداری تغییر میکنه. البته هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. هر وقت که بافتش مطابق ویدئو فومی شکل شد دیگه نزنین چون سفت میشه. حالا به یه ظرف احتیاج داریم که کف و بدنه های ظرف رو باید با روغن مایع خیلی خوب چرب کنیم. برای ظرف هم میتونین از قالب های کیک و ژله و یا همین ظروف معمولی پلاستیکی استفاده کنین. برای اینکه انتهای کار پف قالبی در بیاد بهتره که از ظروف شیشه‌ای استفاده نکنین. با حوصله تمام قسمت‌های کف و بدنه ظرف رو پودر نارگیل میپاشیم. مایع رنگی رو به آرومی داخلش میریزیم و 2-3 بار به سطح کار ضربه میزنیم تا حباب‌های بینش خارج بشه و میذاریم توی یخچال تا ببنده. میریم برای آماده کردن قسمت سبز پف پفی که من از ژله طالبی استفاده کردم و با 1/3 پیمانه آب سرد حلش کردم. اگه مثل من دوست دارین ژلتون یه مقدار پررنگ‌تر باشه میتونین چند قطره رنگ خوراکی هم بهش اضافه کنید. ظرف رو روی حرارت کتری میذاریم و بعد از اینکه دونه‌هاش حل شد بهش 1 قاشق سرخاری گلوکوز میکنیم. در حد حل شدن و 1 دست شدن هم میزنیم و بعد از روی بخار کتری برش میداریم و با دور تند همزن میزنیم تا حالت فومی شکل پیدا کنه. بعد از اینکه به این بافت رسید سریعا رو لایه قبلی بریزین چون اگه بمونه و زمان بگذره سفت میشه. ظرف رو چند بار به سطح کار میزنیم تا حباب‌های بینش آزاد بشه و روش رو با پودر نارگیل میپوشونیم و میذاریم توی یخچال تا ببنده و سفت بشه. نیم ساعت تا نهایت 1 ساعت بعد دیگه پف پفیمون آماده است و اینجا رو نگاه کنید. اگه از ظروف پلاستیکی استفاده کنیم و ظرف رو خوب چرب بکنیم و بعد پودر نارگیل رو همه جای ظرف پخش بکنیم به همین راحتی پف پفی از قالب جدا میشه. کف ظرفی که قراره پف پفی رو توش برگردونیم پودر نارگیل میپاشیم و بعد با فشار دست پف پفی رو از لبه های ظرف جدا میکنیم و تو ظرف سرو برش میگردونیم. به همین آسونی بدون دردسر از قالب جدا شد. اطراف مارشملو رو تو پودر نارگیل میغلطونیم و میریم برای برش زدن. ببین منو بافتش و رنگش فوق‌العاده شده، یعنی از مدل‌های بازاریش خیلی بهتر. من که عاشق شدم و مطمئنم اگه شما هم 1 بار امتحان کنین می‌بینی به چه آسونی آماده میشه و دیگه سراغ مارشملوهای بازاری نمیری. این پف پفیا یه گزینه عالی برای سفره‌های یلداییتونه که به راحتی و با کمترین هزینه آماده میشه و همه مخصوصا کوچولوها عاشقش میشن. خوشحال میشم که با لایک و کامنتت بهم انرژی بدی و این پست یلدایی رو برای دوستات بفرستی که تو شب یلدا درست کنن و کنار عزیزانش رو نوش جان کنن. شبی که چشم بد دوره بساط هر و کرجوره، شب تولد خورشید، شب چله، شب نوره، حالمون چه کیفوره، شب مهمونی یاسم شب، شب جون یاسم شب، شب خوش مشربا و بالا، شب ایرونی یاسم شب، شب ایرونی یاسم شب.